با سلام دوستان، امروز میخوایم براتون علت افت بار پکیج رو توضیح بدیم. توی پکیج های مختلف این ایراد تقریبا میتونم بگم که همه پکیج ها یکیه. علت افت بار پکیجتون، افت بار یک علتش میتونه این باشه که شما از پای یکی از اتصالاتتون نشتی آب داشته باشین. حالا میتونه از اتصالات رادیاتورهای شوفاژتون باشه یا اتصالات زیر دستگاهتون، محلی که شلنگ ها بسته میشه به دستگاه. بعد اینکه اینا رو چک کردین، اگر نشتی داشت که خب با واشربندی و مجدد بستن میتونین جلوی آبریزی رو بگیرین. روی رادیاتوراتون هم همینطور میتونین با تفلون پیچ کردن رفع نشتی کنین از قسمت رادیاتورها. اگر توی دستگاهاتون چک کردین تو قسمت‌های مختلف نشتی آب نداشتین، ما دلیل این که میگیم نشتی فقط این نیست که شما آب رو به صورت شوره اصطلاحاً داشته باشین. حتی چک کردن میتونه باعث افت فشار بار پکیجتون بشه. بستگی به نشتی آبی که دارین این تایم افت فشار تغییر میکنه. یه موقع شما روزی 2 بار مجبورین اینو شیر تنظیم رو باز بکنین، بار رو بیارین بالا و مجدد این اتفاق بیفته. گاهی اوقات تو طول مثلا 1 هفته یا 1 ماه شاید این اتفاق بیفته. اگر نشتی قسمتی رو داشتین و رفع کردین که خب مشکل دستگاهتون رفع میشه. بعد از این که رفع کردین دکمه ریست رو 1 بار فشار میدین و مجدد دستگاهتون رو استارت میکنین. ولی اگر چک کردید از هیچ قسمتی نشتی آب نداشتین و باز هم همین مشکل رو برای افت بار پکیجتون و ارور دادن داشتین، میریم برای عیبه که ببینیم دیگه این مشکل کجای دستگاهتون هست. اگر نشتی نداشتین و این اتفاق میافتاد، میریم توی بحث منبع انبساط که پشت دستگاه قرار داره. خب دوستان، مورد بعدی که بعد از تست نشتی چک کردیم بابت افت بار پکیج، علت بعدی که خیلی پیش میاد توی پکیج ها، مخصوصا پکیج هایی که عمر بالای 1 سال داره، دلیلش منبع انبساطتون میتونه باشه. منبع انبساط پشت همه دستگاه قرار میگیره که روی اون یه دونه درپوش داره، درپوش والف تنظیم باد هست. ما این دستگاه رو الان براتون باز میکنیم، منبع انبساط رو خارج میکنیم. خب دوستان، ما منبع انبساط رو از پشت دستگاه خارج کردیم که برای اینکه توی ویدیو کامل دیده بشه و متوجه بشین. منبع رو از دستگاه خارج کردیم تا بهتون نشون بدیم چجوری تست کنیم که منبعتون سالمه یا نه. داخل این منبع دقیقاً از همین وسط یک پرده دیافراگم لاستیکی داریم که این دو قسمت رو از هم جدا میکنه. این سمت با آب در تماسه، این سمت فشار 1.5 بار هوا داره. این درپوش رو که باز بکنین به والف دستگاه کاملا دسترسی دارین. روی کار هم میتونین اینو تست کنین. وقتی بارتون رو تنظیم کردین و آوردین روی 1.5، قبل اینکه افت فشار شروع بشه، شما با فشار دادن این والف، حالا تحریک کردنش چه با انگشت یا یه جسم نوک‌تیزی چیزی، میتونین اینو تست بکنید. ببینید وقتی دستگاه خوابیده است به این صورت، این والف رو اگر فشار بدین به علت بادی که داخل دستگاه است یک مقداری باد خارج میشه. وقتی فشارش دادین نباید از این قسمت همراه باد آب خارج بشه. اگر آب خارج شد نشونه اینه که پرده دیافراگم داخل نشتی کرده و آب از این قسمت به قسمت هوا انتقال پیدا کرده. اگر این مورد باشه، این قطعه قابل تعمیر نیست، قطعه تعویضیه. با تعویض این قطعه مشکل افت فشار دستگاهتون رفع میشه. ببینید به این صورت وقتی فشارش میدین، ببینید این دستگاه ما فشار که میدیم آب میریزه بیرون. این نشون دهنده اینه که این پرده دیافراگم دستگاه از بین رفته و این قطعه منبع انبساط باید تعویض بشه. و در انتها با تعویض واشر انتهای منبع انبساط آب بندی میکنین و دستگاهتون رو مجدد راه اندازی میکنین. ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک و نظرتون رو برامون کامنت کنین.